با عرض سلام و وقت بخیر. امروز اومدیم که گیربکس گنگوی و حالا روغن کم داره پرش کنیم، یا اگر هم مثلا روغن خالی شده باشه یا بخوایم تعویضش کنیم تعویض میکنیم. تو این گیربکس اگر نگاه بکنین، این برای تقریبا میشه که کل ماشینری گنگوی همینه که با ایر کار میکنه. یه دونه ورودی ایر داره، یه دونه خروجی ایره. اون قسمت عقبی یه دونه چرخ دنده چوبی یا پلاستیکی قرار میگیره که ایر اونو به حرکت در میاره، نیرو انتقال پیدا میکنه به جعبه دنده که از جعبه دنده به این وینچای دو طرف انتقال پیدا میکنه که باعث میشه این وایر جمع شه، گنگوی پایین بره یا بالا بیاد. حالا ورودی دو تا قسمت داره این گیربکس که یکی قسمت بالاییه، یکی هم قسمت پایینی. قسمت بالایی از اینجا روغن میشه و قسمت پایینی از این قسمت برای درین کردن یا خالی کردن روغن محفظه بالاییه و این قسمت پایینی هم یه دونه پیچ اون ته هست که این پیچ برای تخلیه روغن گیربکس قسمت پایینش. دیگه چیز دیگه در رابطه با این موتور گنگوی نیست، فقط هر 2-3 ماه یه بار باید چک بشه. حالا روغنش اگر نیاز به تعویض داشت تعویض بشه، اگر کم کرده بود دوباره بهش اضافه بشه و چک بشه که وایرها اینا همچی اوکی باشه، موردی نداشته باشه. خیلی ممنون، با تشکر. اینم روغن کردن گیربکس گنگوی. یه دونه بستشه ها. یه جلسه دیگه بریم. اگه سردی نشد زیاد نمیاد بالا کامل.